صابون شاید. گلو و بینی را با نمکاب چکاند. آبی جوشی گرم نشد. به کوچه تنها با نقاب براید. طریق دست فشاری سلام ننماید. مسافه را با اطرافیان رعایت نماید. 1.5-2 متر. در حالتی پیدا شده نشانه های بیماری راه نفس و دکتران عائلوی مراجعت نماید. بیمار را در خانه علاهیده نگه دارد و تجهیزات و لوازماتش را جدا کند. نه هراست. ترس را تاریکی ایمان میگویند. حفظ سلامتی شما در دست شماست. حزب خلق دموکراتی توجیکستان در ولایت سوز آرزومند سلامتی و زندگی با سعادت و شایسته شماست. ما در پهلوی شماییم. با شنیدن موج ما دنیایتان رنگین می‌گردد. 87.7 FM رادیوی کند.